بچه‌های عزیز و درس گذشتگی ما بود که از یاد کردن شعرها درباره مادر، وطن، معلم. خوب کی تیاره؟ آفرین. کو سر میکنه؟ مرحمت کنید شما. ها. تاجیکستانی عزیزم با تو من پر یافتم، هر کفی خاکی تو را چون نور و گوهر یافتم. سیم و زر هرگز نخواهم بهتر از سیم و زری، من زی ریزی کوهسارت ریزی اختر یافتم. آفرین. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. آفرین. مرحمت شما. ایا مادر ببوسم خاک پایت، بگیرم دستی تو خیزازی جایت. رسید روزی ایدت تو کجایی، چرا مادر به نزد من نآیی. آفرین. ها تو پلان درس تیار نیستی؟ ما معلم رنگی هر وقت آخیان؟ چی رو تیار نکردی؟ با نوبت پادتون بود؟ دین این شما در یه هفته چند بار نوبت پاده داره؟ در یه هفته 3 روز. یک گاه داره اینو 3 بار نوبت پاده برن یه هفته ده؟ آتینی تویمو خورما میرم. مرا گوش کن. تو همین درسی مرا تیار نمیکنی یا که تمام همین درس ها ده هم خالی باشی تو. کو روزنامه تو بگی اینجا بیا. روزنامه تو بگی اینجا بیا گفته سم. چیگه باشه این تا خمی درسی مرا از یاد نمیکرده باشه. مرا گوش کن. تو همین عموما مکتب برای چی میایی؟ ها؟ مکتب چی دو میایی؟ مکتب چی دو میام بچه ها؟ آفرین. انا تو برای چی میایی؟ من درس میام. آخه چه درس میخوانی که تو؟ ای تمامی فنا دو گرفتگی. چه درس میخوانی تو؟ نخواد که آدم همین خیلی رفتار کنه. تو همین عموما یگان بار برده همین روزنامه تا در خانه تا پدر و مادر تا نشان میدی یا که نه؟ نه. نه؟ اما سلامتی ویا رو احتیاط بکنیم. برای چی کن؟ برای که ویا دوله ندارن.